خب درست کردن این چرخ پارت 1. خب همونطور که میدید این چرخ تقریبا 3 سال افتاده و زیرش هم تو تباله و دیگه ترمزش برده، تیوبش پوچیده به نظرم، تو واقعا پوچیده و خیلی هم کثیفه. البته من یه رنگ کلی بهش اگه بشه میزنم و اینم باید بجورمش. حالا زینش هم مثل اصلا نمیاد پایین. خب اول از اینجا شروع کنیمش که بشونیمش. حالا خوب به چرخ نگاه کنید. خب اینو الان شستیمش و تقریبا خاکش گرفته شد. حالا این پدالش رو باید درست کنم. جک نمیخواد دیگه، خیلی پشت میشه دیگه، نمیخواد. این دندش درسته، این خرابه، ایناش شکست. ترمزشم درسته، اولش اونم تقریبا درسته. حالا باید دشونی این بشه بره. چرا اینجا بسیم برم روی چرخ دستش کنم. خب دوتاشون مثلا نمیشه، به هر حال باید بریم ترمزش هم درست کنم. حالا کاری که من میخواستم کنم، اینجاش خیلی گالی گرفته، نه از اونجا مشخصه یا نه، ولی گالی گرفته. اونم باید باز کنم اینا که اگر بشه باز میکنم. ولی این چرخی که من میبینم 5 سال افتاده این گوشه، درستشون نیست، باید بریم درستش کنم. خب حالا یه تلاش دوباره میکنیم روی این. الکی تلاش نکنیم. خب اینا ما امروز جایی که بشه میخوام پیشش ببرم. البته توی کامنت ها حتما بگین کجاش مهمتر از همه جاش. این تویوب خیلی مهمه و ترمزش هم که میدیم درست کنم، پس دیگه چیزی نمیمونه. تویوب فقط 200 تومن یا 300 تومن یا 500 تومن، حالا هرچی هست و الان میرش میشه اوستا، ببینیم که چه قیمته و بگم براتون. ترمزش اگه درست میشه که خیلی خوبه، فقط ببینید توی پش عنکبوت بسته. خب بالاخره عنکبوت کشته شد، ما هم فعلا به جایی نرسیدیم. حالا فقط رسیدیم اینو باز کنیم و اینو باز کنیم. خب همراه ما باشید. چنل من نمیدونم چرا حمایت نمیشه، واقعا نمیدونم. حمایت کنید، میتونم مهم نیست. حالا زینش خوبه، اینم باید باز کنم چون دیگه نیازش ندارم، خیلی گل بسته. خب حالا ما الان هستش، امیدوارم که زیاد طولانی نشه. پارت 1 برای همین دیگه به پارت 2 نمیشه، پارت 1 فقط، یعنی این قسمت فقط پارت 1. کانال من سابسکرایب کن، حالا حمایت هم کنید. بریم برای بستنش دیگه. چنل یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنید
زنگولش هم بزنید. امیدوارم که چرخ به چخ نداده باشم. لازم بود اسپلینگ میزنیم. همراه ما باشید، چنل ما رو سابسکرایب کنید و پیش اوستا رفتن دیگه تو این قسمت میریم توی پارت بعدی حتما بهتون میگم هزینه‌اش چقدر میشه و خدا نگهدار. چنل ما رو هم سابسکرایب کنید. این شما و این چرخ اسمش هم توی چنل به ما بچید. خب صبح که به جای نرسیم، الان داشتم ادیتش میکردم گفتم اینم توضیحش بدم. صبح که به جای نرسیدیم ولی الان ما صبح فقط تونستیم ترمزش رو درست کنیم، بشوریمش و همین دیگه. کار ترمزش رو من صبح انجام دادم. حالا میخوایم بریم چرخمون رو بدیم درست کنیم. تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدار.